امروز یک از چیزایی که بسیار بسیار البته برای هر کس نه، این دیگه طبق علاقه شوق و علاقه خودم است دیگه. شما مچم دیگه در یک چیزی بسیار نوستالژی که بسیار به شهر خود به می شهر که زندگی میکنم، یک چیز نوستالژی بسیار خوبی را متوجه شده که تاتو دیگه. این تاتو شاو میبینین گرچه کاملا شور میخوره، از پیشم دستم شور میخوره دیگه. تاتو شاو میبینین دیگه. ناله هر کس آیدیای خود در می گروپی که ما کل ما همه ما یک جای هستیم شهر بسازه. همین آیدیای تاتوی خود تا یگان آیدیایی که بسیار لوکس می باشه، بسیار بسیار لوکس می باشه، بسیار مدرن می باشه، بسیار نوستالژی و بسیار سبک کلاسیک و چیزا درش نهفته است، درش میتونه باشه برای من روان بکنه تا من بتونم خود تاتو بکنم. بسیار گشته شده دیگه. یک ساعت دیگه با 49 کرار دیگه. امروز برای پیسه خلاص شده. امروز با کوثر رو چیز میکنم که تا پیسه بعدی را، به خاطر که بعضی گپای بین ما و دولت است که اگان پیسه ازشان بگیریم تال میخوره تا او پروتکولا انجام بپذیره. کوثر هم میگه که با ما پیسه روان بکنه، یک صدی یک 50 روان بکنه تا ما اگان خرچه و مصارف بسیار سبک که می داشته باشم همینا را انجام بدم تا با پیسهش روان کردنش آسان است. او که باز از این دست گرفتیم باز با وزده دست دیگه باز برای کوثر جان روان میکنم. انشالله در قید امان الهی باشن دیگه. مسپارمتان به خداوند کریم تا دیدار بعد، تا اگان ویدیوهای کلیپ بای بعد دیگه شما را مسپارم به خداوند منان یکتا و به همتا دیگه. حسبنا الله و نعم المولا و نعم الوکیل دیگه. تاتو شاپ میبینین نوستالژی بسیار لوکس دیگه. انشالله این شهر خودم ماست، نزدیک خانه ماست دیگه. دایی تاتو دایی آمدم، دایی خواد آمدم یکم تاتو دیگه پا خواد کدا